میپرسن از کدام آدرس بهتر است؟ منظورشون چی است؟ یعنی چجوری باید یکی بهش کمک من بکنه؟ داخل دایرکت با آقای دکتر فرستادم راهنمایی. چیکار کنیم؟ دید پیام تو دید؟ پیام نه کنار علامت دایره، کنار علامت کامنت نشون بدم. کنار علامت کامنت یه دونه علامت دوربین داره، دقیقا همینجا. اینو بزنید میتونید یه دونه اینوایت بدید که بتونید بیاین داخل. دوباره بذار. آقای دکتر بی زحمت این تصویر رو نگاه بفرمایید. دقیقا همین دکمه کناریه، میزنید روی این و میتونید اینوایت بدید، روی این دکمه آبی بزنید. آقای دکتر از لایو خارج بشیم و دوباره برگردیم. بله الان جناب دکتر توی لایو هستن و میتونن هم درخواست بدن. بله نخیر. آقای دکتر دایرکتتون رو چک بفرمایید یا همینجا دوباره بهتون توضیح میدیم. بیا این پایین دقیقا علامت من اینجا هست. این پایین داره علامت دوربین داره، شبیه دوربین فیلم برداری میمونه با یه به اضافه داخلش. اونو بزنید میتونید بیاین داخل و اینوایت بدید، روی این دکمه آبی بزنید. اون سری داشتیم و آقای دکتر اومدن میگن راحت. درخواست ارسال کنید. درخواست فقط برای لایو میتونید ارسال کنید، مثل بالا آوردن که نمیتونم. یه دونه درخواست ارسال بکنید. آقای قرارداغی باید بفرستن. آقای قرارداغی شما میتونید درخواست بفرستید؟ آقای قرارداغی مجددا براش درخواست میفرستین؟ من درخواست رو فرستادم براشون، فقط ایشون باید اکسپت بکنن که بتونن وارد برنامه لایو بشن. یعنی اینویت شدن، فقط باید یه اکسپت داشته باشن. هم از اون طریق هم از طریق این دوربین هم میتونن وارد بشن. من نمیبینم سرش شروع. میخوام من که از لایو بیام بیرون دایرکت رو. الان جناب دکتر توی لایو هستم، فقط کافیه که بله من اکسپت بزنم. فکر میکنم ارتباطتون برقرار شد. بله جناب دکتر ما داریم شما رو الان. درود بر شما، وقت خیر. ما با این مداد و پاکن بزرگ شدیم. این دستگاه های کم برامون پیچیده است، ولی خدمت همه درود میفرستم، خدمت خانم آقایان، و امیدوارم خوب و به سلامت باشند. من قبل از اینکه سوالا رو جواب بدم، اجازه بده کتاب قشر حدقه پیشانی رو یکم معرفی کنم. البته شما زحمت کشیدید، سپاس دارم ازتون که کتاب رو در اختیار همه گذاشتین. مقدمه کتاب خودش گویای محتویات کتاب هستش. اما من شاید خبر داشته باشید چند سالی هستش که در پی اثبات این هستم که فقط و فقط نورون های مغز هستند که همه کارهای عالی بدن انسان رو انجام میدن و هیچ ماهیت یا نهاد غیر نورونی که در مدارها و شبکه ها هستند هیچ کاری انجام نمیدن و هیچ وظیفه‌ای ندارن و هیچ چیزی هم درشون نیست. یعنی نه روحی در بدن هست، نه آگاهی، اراده، ذهن یا هیچ چیز مستقل از نورون های مغزی نیستش. اما این کتاب مقدمه بر یک کتاب مفصلتر احتمالاً 2000 صفحه‌ای هستش که همه قشر مغز رو شرح خواهد داد در سطح همین کار نورون ها، یعنی در عمیق‌ترین بخش طرز کار مغز هستش. این کتاب
کتاب قشر حدقه پیشانی رو من اول انتخاب کردم چون که مهمترین بخش مغز هستش، یعنی بخشی هستش که هم شخصیتمون رو شکل میده، هم خلق و خو و احساساتمون رو، و هم مسئول اصلی تصمیم گیری ها هستش، همینجور که در کتاب آمده. این بخش همراه با یک قسمتی که در قدامش هست، منطقه شماره 10 برادمن، همه تصمیم گیری های زندگی ما رو بالاخره همین 2 قسمت انجام میدن و هیچ نهاد خارج از مغز در اون لحظه تصمیم گیری در این کار در تصمیم گیری ها دخالت نداره. یعنی نمیتونیم بگیم که خدا، شیطان یا ارواح دیگه یا هر چیز دیگه در این تصمیم گیری ها به جز ساختار خود نورون ها و همین ساختار قشر حدقه پیشانی و قشر جلو پیشانی بقیهش و قطب لوب پیشانی، اینا هم هستن که تصمیم گیری ها رو انجام میدن. محل ارزیابی از شیرینی شکر تا شیرینی عشق هم همین ناحیه هستش که در واقع تمام ارزش ها و پاداش ها و مجازات ها و بی پاداشی ها هم همین منطقه تعیین میکنه. دوستانی که علاقه دارن کتابو بخونن و شاید آمادگی باشه برای کتاب بعدی که در یک پروژه بزرگی هستش که بالاخره با ارائه بیشتر از 10,000 رفرانس تجربی بالاخره این موضوع رو شاید من بتونم روشن کنم که فقط مغز هست و مغز در هر لحظه هست که بر اساس ساختار شیمیایی فیزیکیش در همون موقع تصمیم گیری ها رو میکنه. حالا اگه اجازه بدید، اگه سوالی راجع به کتاب نداریم، من یک کمی راجع به تعریف سوال داریم. پرسیدن که این کتاب تخصصی برای دانشگاه هستش یا نه عموم میتونن ازش استفاده بکنن؟ نه، ببینید، من ابتدا از کتابایی شروع کردم که در سطح عمومی باشه، مثلا قشر حدقه پیشانی، کتاب خطای دکارت برای عموم نوشته شده. بله. اما این کتاب خیلی عمیق‌تر رفته، در سطح فعالیت تک نورون ها کار کرده، تخصصی هستش، ولی فصلهایی درش هستش که برای روانشناسا، برای روانپزشکا و برای عموم، مثلا اونایی که علاقه دارن ببینن که کجای مغز شخصیت آدمو شکل میده مفید واقع میشه. این مقداریش خیلی فوق تخصصی هستش. در واقع یک کتاب هستش که من به این دلیل انتخابش کردم که به طور عینی نشون بدم که این نورون ها هستن که گرچه کار خودم نیست چون خیلی تحقیقاتیه، ولی استفاده کنم از این کتاب و بگم که این فقط نورون ها هستن که همه کارا رو میکنن، من جمله تصمیم گیری ها رو. بله، ممنون، مرسی. بله، میخواستیم جلسه امروز راجع به علم و دین هستش. اگر اجازه بدید من یک تعریفی که خودم از علم دارم اینو خدمتتون بگم. ببینید، علم ابزار مغز برای معلوم کردن نامعلومات دنیای فیزیکی است که به مخیله خودش وارد شده یا کسی واردش کرده و نتیجهش یک جوابی هستش که بایستی گلوبال باشه، یعنی مورد قبول همه قرار بگیره و هر کس هم از این طریق استفاده کرد باید به همون نتیجه برسه. و میشه شرایط خیلی زیادی برای علم هستش که جدیدتر از همه همون نظریات پوپر هستش راجع به اینکه علم باید چه خصوصیاتی داشته باشه. مثلا اینکه بایستی بهش میگه فالسیفایبل، یعنی بشه یک فکری کرد یا یک آزمایشی انجام داد که رد کنین این نتیجه رو، و اگر نتونین چنین چیزی رو انجام بدین در زمان حال باید گفت که اون موضوع علمی هستش. اما دین، چون که اساس دین هستش، باور یک ذهنیتی هستش که شخص باورمند بدون اینکه اطلاعات جزئی رو راجع به یک کلیتی
جمع آوری کنه به طور انفعالی یا منفعل یک کلیتی رو قبول میکنه به عنوان حقیقت و طوری اینو بهش تفهیم میکنن از طریق شرطی شدن اجرایی که اگر شکی درش بکنه مجازات میشه و اگر قبولش کنه بهش پاداش میدن، چه در این دنیا چه در آخرتی که جزء همین باورها هست. تفاوت اصلی علم با دین این هستش که علم با جمع‌آوری مدارک و مینیمالیسم، یعنی از کوچیک کوچیک مدارک رو جمع میکنه تا به یک کلیتی برسه، در حالی که دین یا باور از یک کلیتی رو بهتون میقبولونن، بهتون هم اجازه نمیدن شک کنین درش و هیچ وقت هم سعی نمیکنن جزئیاتی که به این باور رسیدن در اختیار شما بذارن یا اصلا به خاطر اینکه چنین چیزی وجود نداره. حالا دین مجموعه یک باورهایی هستش که طی تاریخ جمع آوری شدن که مقدار زیادیش ساخته ذهن دوران جهالت بشر هستش که در جواب به سوالات کلی، مثلا از کجا آمدیم، کی ما رو خلق کرده، کجا داریم میریم، چرا آمدیم، چی هستیم، این چه تفاوت‌هایی با موجودات دیگه‌ای داریم، اینا رو در یه زمانی جواب دادن که هیچ گونه اطلاع علمی ازشون نبوده و به صورت یه کلکسیونی در آمده که بهش دین میگن. در ابتدا که قبیله گرایی بوده و تمدنی وجود نداشته، تمدن به معنی شهرنشینی وجود نداشته، هر قبیله‌ای افکار مخصوص خودشون رو برای این موضوعات داشتن. الان هم هستن. مثلا اگر شما به قبایل آمازون برین یا به نیوگینیا برین یا افریقا، تو قبایل میبینید که یه باورایی برای این موضوعات دارن ولی سازمان داده شده نیستش. به محض اینکه شهرنشینی شد، این افکار یک عده‌ای به اسم کاهنان این افکار رو همه رو سازمان دادن و به خودشون یک سلسله مراتب سازمانی دادن که هنوزم برقرار هست. مثلا از پاپ به اسقف اعظم، بعد به اسقف‌ها و کاردینال‌ها و کشیش‌ها و اینا میره. در شیعه گری میدونین که آیت الله ها و شیخ الاسلام ها و شیخ همینجوری پایینتر و پایینتر میرن. این دین هستش. تفاوت، هیچ گونه وجه مشترکی بین دین و علم نیستش. یعنی هر کدامشون رو که ذهنیتشون رو پیدا کنید مشکل میتونین وارد ذهنیت دیگری بشین. مثلا اگر واقعا در زمان حال به اندازه کافی علمی از فیزیک، شیمی، کیهانشناسی، زیستشناسی، فرگشت و امثال اینا پیدا کنین، دیگه نمیتونین باورمند دینی بشین، مگر اینکه یک تناقضی در ذهنتون باشه که بین این دوتا سرگردانتون کنه. و همچنین اگر واقعا باور دارین مثلا به خلقت، که خدا در 6 روز جهان رو آفریده، از گل رست درستش کرده، دیگه مشکل بتونین با مثلا فرگشت داروینی سازگاری داشته باشین، به خاطر اینکه اینا جمع تناقض‌ها هستن، نمیتونن جمع اضداد هستن، نمیتونن با هم دیگه جمع شن. به این جهت وجه مشترک با هم ندارن. الان در جدال با هم هستن. از 200 سال پیش که علم تدریجاً جان گرفته، دین سنگرهای مختلفش رو از دست داده و فقط متعصبا هستن که هنوزم درگیر باورها هستن و اونا رو حقیقت فرض میکنن. حالا من در خدمتون هستم. یک نکته هم بگم، تقدس هم یک ایده دیگه هستش و اون این هستش که یک ماهیت ها یا نهادهایی هستن که به شخص باورمند اجازه نمیدن اونا رو زیر سوال ببرن یا به هر گونه‌ای
بهشون توهین کنن یا حتی نه تنها توهین، اصلا باشون هر گونه برخورد غیر مسالمت آمیزی داشته باشن. حالا اینا میتونن ماهیت‌های غیر طبیعی باشن یا اونهایی که دین باوران به خودشون یه تقدس‌هایی دارن که مانع بشن از اینکه مردم اونا رو زیر سوال ببرن. بله خیلی ممنونم. من با اجازه چند تا سوال طرح کردم و همینطور سوالاتی که دوستان در لایو بر ما نوشتن قبل از اینکه شما تشریف بیارید اینها رو از شما میپرسیم. قبلش یه مطلبی رو بخونم از رابرت گرین اینگرسول که میگه هیچ هارمونی بین علم و دین وجود ندارد. زمانی که علم یک نوزاد بود، دین در صدد خفه کردن او در گهواره بود. اکنون که علم به جوانی و دین به پیری رسیده، ترسان و لرزان و متزلزل شده است و به علم میگوید بیا با هم دوست باشیم. این مرا به یاد معامله‌ای میاندازد که خروس آرزو داشت با اسب انجام دهد. بیا با هم توافق کنیم که پا روی پای یکدیگر نگذاریم. و همینطور استیون هاکینگ میگفته که تفاوتی اساسی بین دین و علم وجود دارد. دین بر پایه قدرت است و علم بر پایه مشاهدات و استدلالات. علم برنده می شود چون کار می کند. جناب دکتر، درباره چیستی علم و دین و ارتباط اونها به یکدیگر اگر ممکنه توضیح بدین. به نظر شما دین و علم میتونن در کنار هم باشن؟ قرار بگیرن؟ بله. ببینید، دین درباره یک نامعلوماتی هستش که هرگز، نه تنها هرگز معلوم نشده، بلکه هر روز به نامعلوم بودنشون هم اضافه میکنن، به خاطر اینکه خودشون هم نمیدونن چی هستش. و این مجموعه باورها محصول در واقع درباره یک نهادهایی هستش که فرافیزیکی هستند. قبلا بهشون میگفتن ماورای طبیعه، یعنی فراتر از طبیعت هستند، در حالی که واقعا چون محصول ذهن جاهل انسان ها هستند، از زمان نادانی انسان ها به ما به ارث رسیدن، باید بگیم یک نهادهای مادون طبیعه هستند، نه ماورای طبیعه. چون که هیچ کدامشون اثری ازشون نیست، هیچ گونه اثری هم نمیتونیم نشون بدیم که بر ما دارن و در یک زمانی مورد استفاده قرار گرفتن برای جواب دادن به مسائل که مردم هیچ گونه اطلاعی نداشتن. ولی حالا که ما از پیدایش جهان، پیدایش حیات، طرز کار بدنمون، طرز کار مغزمون، تفاوتمون با حیوانات، اینا آگاه شدیم، هیچ کدام از اصول دین مثل خداشناسی، وجود خدا، تک خدایی، وحی، نبوت، معاد، زندگی بعد از مرگ، وجود روح، شیطان، فرشته ها، اینا هیچ کدامشون دیگه مقبول نیستن. به این جهت در اصل هیچ گونه وجه مشترکی بین دین و علم وجود نداره و نمیتونن هم با هم مسالمت آمیز باشن. یعنی یک ذهنی که با دین پرورش پیدا کرده، ذهنی هستش که وقتی که با قرآن مواجه میشه میگه این جن هستش. یعنی با وجودی که در دنیای زندگی میکنه که علم نشون میده که این یک ویروس هستش، بازم برمیگرده و برای توجیهش میگه این جن هستش. این هستش که به هیچ عنوان نمیشه اینا رو در جوار هم قرار داد و حتی نمیتونن زندگی مسالمت آمیز هم با هم داشته باشن. یعنی به نظر من، البته اونایی که دانشمندان علوم هیچ تعصبی ندارن، یعنی چیزی که میگن مثلا فرگشت هست، حالا شما میخوان قبولش کنین، میخوان قبولش نکنین، نه مجازاتتون میکنن نه پاداش بهتون میدن، نه بهتون میگن میرین بهشت نه میرین جهنم، میخوان قبول کنین میخوان قبول نکنین. در حالی که تفاوت به این هستش که اگر شما در برابر یک دینداری
بگید که مثلا خدا لازم نیست وجود داشته باشه یا وجود نداره، این نمیتونین دیگه باش مسالمت آمیز زندگی کنید. به این جهت اینا جمع ازداد هستند و بایستی از این پارادایمی که به وجود آمده از زمان جهالت کم کم خودمون رو دور کنیم، همونجور که خیلی از کشورهای غربی کردن و موفق بودن در زندگی اجتماعی. ما هم باید این مسیر رو طی کنیم. میدونی این مسیری هستش که از چند پارادایم عبور کرده. اول پارادایمی بوده که باورها همه سحرآمیز و نامعلوم بوده، بعداً به دین رسیده، دین بهش سازمان داده و باعث شده که افکار مردم رو کنترل کنن و نگذارن از یک محدوده خارج شه و این بزرگترین اشکال دین هستش که میخوان ظاهرتون و باطنتون رو یشک کنن. همینجور که الان میبینید در ایران و افغانستان که دین غالب شده، شما رو مجبور میکنن ظاهرتون یه جور لباس بپوشین و افکارتون رو همون باشه که بهتون دیکته میکنن، در حالی که علم آزادتون میذاره هر جور میخوان زندگی خودتون رو بکنید، هر جور میخوان لباس بپوشین، هر جور میخوان فکر کنید، میخواین هم از علم استفاده کنین. خوش آمدین، اگرم نمیخواید که به سلامت. بله. خب ممنونم. آقای دکتر، آیا شده که جایی در طول تاریخ یا حتی امروز دین بتونه در مسیر علم کمک باشه، حالا در گذشته بیشتر؟ ببینید در حدود قرن 15 16 کلیسای کاتولیک تحت فکر میکنم سنت آگوستین بود، گفت که ما بیایم دنیا رو تقسیمش کنیم. اولا سنت آگوستین گفت که ارسطو اولین مسیحی بوده، در حالی که ارسطو خیلی قبل از مسیح بوده، به خاطر که گفت اون به طبیعت، به مشاهده طبیعت علاقه داشت و میگفت باید تمام تفکرات ما بر اثر مشاهدات باشه. سنت آگوستین آمد گفت که خیلی خوب، ما میایم دنیا رو تقسیمش میکنیم، دنیای طبیعی رو میدیمش در اختیار دانشمندان و دنیای ماوراء طبیعی رو میدیمش در اختیار دینداران. این اولین قدم پیشرفت اروپا شد، یعنی شروع علم. به محض اینکه این کار انجام گرفت، اون وقت این ابن عربی که کتابای فلسفه یونانی رو پیدا کرده بود و به عربی ترجمه کرده بود، اینا رو شروع کرد به لاتین ترجمه کردن. اینا رو اروپایی‌ها گرفتن و شروع کردن اینا رو تدریس کردن و شروع پیشرفت علم شد که اول شروع کردن دانشگاه ساختن. اول در فرانسه به نظرم بود، بعد در بقیه کشورها هم شروع کردن دانشگاه به معنی فلسفه طبیعت، نچرال فیلسوفی، که بعدا تبدیل شد به علم. یعنی سنت آگوستین واقعا باعث شد که این کار انجام بگیره، در حالی که کشورهای مسلمان هنوزم فلسفه افلاطونی رو در جزشون هست، جز تفکرشون هست که در باور به دنیای فرم‌ها یا دنیای ماوراء طبیعی داره که شکل میده دنیا رو. و این تفاوت بین غرب و شرق شد در عرض 500 سال گذشته. اونا تدریجاً راهمون رو از شرق از غرب جدا کرد، اونا راه علمی گرفتن. فقط به خاطر همین کوشش سنت آگوستین شد که این کار پیش آمد و کارهایی که ابن عربی کرد و ماها افلاطون رو گرفتیم، اروپایی‌ها ارسطو رو گرفتن و علم و پیشرفت بردن و به دنبالش تکنولوژی که فرزند علم هست استفاده کردن. این تنها چیزی هست که به فکر من میرسه که دین تونسته باعث یک متفکر دیندار تونسته باعث پیشرفت علم بشه. بقیهشون همیشه مانع شدن. شما داستان برونو رو میشناسین، اولین کشیشی بود که گفت زمین به دور خورشید میچرخه، روز اول سال نو، فکر میکنم سال 1600 یا 1700 زنده سوزوندنش. یا بقیه گالیله، یا هزاران نفر رو شکنجه دادن و مجبورشون کردن که افکارشون رو عوض کنن. در خود که تمدن به اصطلاح تمدن اسلامی، بعد از که مأمون و وزیرش
و از بین رفتن، زکریای رازی و یک نفر دیگه که بنیانگذار فرگشت بود، این و چند نفر دیگه از دانشمندا رو اینقدر وزیر بعدی دستور داد کتک زدن که زکریای رازی نابینا شد. وزیر مأمون از کمر فلج شد و 2 سال بعدش فوت کرد و بقیه هم چند نفر. اون کسی که فکر میکنم اسم شهیر بود که داستان فرگشت رو شروع کرده بود، اینقدر زدنش که مرد و کتاباشو از بین بردن. البته من دیدم یه جایی کتاباشو اینا غربی ها دارن و احتمالاً داروین هم ازش استفاده کرد. بله ممنونم. یه سری از دیندارها میپرسن که علم نمیتونه هیچ چیز رو 100% ثابت بکنه، پس ما چجوری میتونیم بگیم علم بهتر از دین هستش؟ ببین منظور از بهتر بودن چی هستش؟ میتونیم بهش اعتماد بکنیم، تکیه بکنیم یا باورش داشته باشیم؟ اجازه بدید چند تا مثال بزنم. شما به قالیچه حضرت سلیمان اعتماد میکنید یا به هواپیمای بوینگ 777 یا به برقه ها؟ گزینه یا دوم. خب ببینید این بهترین چیزش هست. شما به روغن بنفشه، معذرت میخوام، در مقعد برای درمان کرونا اعتقاد دارین که یک ایده هستش که از یک رهبر آیت الله دینی پیشنهاد شده، یا معتقد به واکسن فایزر هستین یا داروی جدیدی که بیرون آورده و همینجوری شما تمام ایده‌های علمی رو با باورهای دینی مقایسه کنید. باورهای دینی هیچ کدامشون اساس ندارن اصلا که آدم بتونه بهشون اعتماد کنه. شما باورمندان دینی هزاران سال هستش که دعا میکنن خدا به کمکشون بیاد، ولی هیچ گونه اثری ازش نبوده. ولی ببینید علم چقدر کمک کرده. علم تا سال 1900 عمر متوسط بشر 30 سال تا 35 سال بوده. الان به 80 تا 90 سال و اینایی که تازه متولد میشن تا 100 سال خواهد رسید. بله. ببینید کدومش اینا رو میتونید با هم دیگه مقایسه کنید، ببینید به علم میتونید. درست علم برخلاف اون جمله‌ای که گفتین علم به پیری رسیده، علم در جوانیش هستش و هنوز راه طولانی داره، ولی هر گامی که برداشته دین رو مجبور کرده یک سنگری رو تخلیه کنه و به عقب بشینه و کم کم به یه حالت دفاعی در آمده که به جز مهملگویی هیچ چیزی دیگه براش نمونده و فقط هم با زور و تهدید و مرتد اعلام کردن و این چیزا داره. بهترین نمونهشو شما همین اثر 40 سال حکومت دینی ببینید با 40 سال گذشته مثلا سنگاپور مقایسه کنید که یک کشوری بر اساس علم هستش، ببینید به کدومش میتونین اعتماد کنید. بله. این چیزی بهتر از تجربه آدمیزاد خودش نیستش. حالا بگذاریم از این که شما مثلا ببینید که آیا مثلا خلقت در سال 6000 سال پیش به دست خدا انجام گرفته یا 14 میلیارد سال پیش در اثر بیگ بنگ. حالا اینا رو که کنار بگذاریم که اولی اصلا هیچ گونه مدرکی در دست نیست و نویسندش یه خانمی بوده توی دربار سلیمان و دومی محصول یه علمی هستش که اقلا 50-60 سال دوام داره و هزاران مدرک دربارش جمع کردن. کدومش شما اعتماد میکنید؟ بله متشکرم. آقای دکتر با این توضیحاتی که شما مطرح کردید، چرا اکثر این جوامع از بیدینی همه دارن؟ چرا میترسن؟ به نظر شما چرا نمیخوان بپذیرن که اگر جامعه با علم پیش بره میتونه سالمتر و موفقتر باشه در همه زمینه ها و امورات؟ ببینید ادیان در طی چند هزار سال پیش که سازمان پیدا کردن، همونجور که گفتم از طریق شرطی شدن
اجرایی اپران یک چیزایی به فکر مردم خوروندن، طوری که اینقدر عمیق شده که یک ترس نامناسبی از رد کردن باورها پیدا شد، به طوری که از روز اول بهتون میگن این خدا هستش قبولش کنین، وگرنه اگر بگین نیستش یا ما مرتدتون میکنیم، اعدامتون میکنیم، یا میرین اون دنیا تا ابد باید بسوزونتون. این در سیستم لیمبیک آدما جا میگیره و اینها یک ترس‌های ایجاد میکنه که خیلی مشکل میشه اینا رو از بین بردشون و فقط با تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، در اختیار گذاشتن علم و همین جلسات اینجوری که به مردم رو آشنا کنین با جنبه‌های مختلف تفکریشون، شاید بشه ذره ذره این کار انجام بگیره. فکرم نکنید که یک شبه میشه این کار رو کرد. اروپا فقط دوران روشنفکریش 300 سال طول کشید تا به وضع امروز رسیده و ما متاسفانه، شاید هم به نظر من خوشبختانه، در عرض 40-50 سال گذشته خاورمیانه یک تجربه با دین کرد که بهتر از هر چیز دیگه نشون میده که این دینه نمیتونه پاسخگوی نه این دنیاتون باشه و اگرم با اون دنیا اعتقاد داریم پاسخگوی دنیای دیگرتون هم نخواهد شد. به خاطر اینکه الان ببینید چقدر از نظر اخلاقی اجتماع ایران و افغانستان و سوریه و یمن و عراق و فاسدش کرده که اگر اون دنیایی وجود داشته باشه همه اینا بایستی به جهنم برن. پس در عمل هم نمیتونن کار کنن. فقط باید روشنگری کرد، یعنی بایستی یه عده 10% مردم شروع کنن خواسته های شخصیشون رو کنار بذارن و فقط در صدد آگاه کردن مردم از واقعیت ها باشن و این جبهه یا این جبهه رو بازش کنن که میشه همه چیز رو زیر سوال برد و بایستی هم به مردم فهماند که همه چیز رو زیر سوال ببرید. لازم نیست بشینید پای یک منبری 2 ساعت حرف گوش کنین ولی اجازه نداشته باشید یک سوالی بکنید. بایستی بلند شین، مثلا توی این مجالس مختلف از طرف تا وقتی که صحبتی میکنه ادعایی داره زیر سوال ببرید. بله. چه خطرناکه ولی خب بایستی این کار انجام بگیره. راهش این هستش. و مخالفت با آموزش و در ایران من میگم مخالفت با آموزش و پرورشی که در جریان هستش وظیفه هر خانواده هستش. یعنی وقتی که بچه‌ها از مدرسه میان بایستی واقعا تمام چیزایی که در ذهنشون کردن پاکشویی بشه، وگرنه وقتی که لیمبیک شکل میگیره این شبکه‌ها و مدارها و این سیستم‌های پاداشیش و اینا اینقدر قوی میشه که بعداً مشکل میشه اینا رو از بین بردشون. خب متاسفانه همونطور که شما فرمودید خطرناکه. مثلا معلمی که چندین سال پیش اومد به بچه ها بگه که در واقع اون کسی که توی اون شکم ماهی هستش این همه افسانه بود و اینا، متاسفانه اعدام شد. یا شاید در جامعه ما یه مقداری اون مسیر هموار شده برای صحبت های چنین موضوعاتی، اما در کشور مثلا افغانستان تازه از صفر شروع شده. حالا تمام این 40 سالی که برای ما گذشته تازه برای اونها از اول شروع شده. فکر میکنم شاید همونطور که شما فرمودید 300 سال بلکه بیشتر زمان صرف بشه برای تغییر این تفکرات. من در مورد ایران خیلی فکر نمی کنم خیلی طول بکشه، به خاطر این یه فنریه به شدت فشرده شده و به محض اینکه فنر آزاد شه من فکر میکنم ایران یک بایپس خیلی شدیدی بکنه. من آمار دیدم، یه آماری که 30% مردم ایتئیست شدن، 30% به یک خدای غیر شخصی یا خدای شخصی معتقد هستن و فقط 30% گفتن ما شیعه هستیم. من دقیقا نمیدونم این چه اندازه درسته، ولی من با هر کس صحبت میکنم میگن آقا کجا 30%، 90% مردم دیگه باور ندارن.
و بله. این به نظر من این تنها نکته مثبتی که از انقلاب اسلامی برای ایران مفید واقع شد این هستش که در عمل نشون داد که این ادعایی که آخوندا میکردن که حکومت رو به ما در دست ما بدین، هم دنیاتون رو میسازیم هم آخرتتون رو بی اساس هستش و درست برعکس، همین دنیا رو جهنم میکنن همون دنیا. و این فقط قبل از انقلاب فرانسه در فرانسه پیش آمده بود بین شاه و کلیسا، ولی الان ایران چون شاه و کلیسا هر دوتا در وجود یک نفر یا یک واحدی جمع شده، اگر اون واحد از بین بره ایران احتیاجی به 300 سال نداره و به سرعت بهبود پیدا میکنه و پیشرفت میکنه. من خوشحالم از اینکه طالبان هم تو افغانستان روی کار آمد، چون اونا هم خواهند فهمید جمعشون که از دین خوشبختی و سعادت درست نمیشه و بایستی بالاخره اونا هم به عقل بیان، مردم خاورمیانه، و از این پارادایم دوران جهالت بیرون بیان و یه قدم به جلو بزنن و پیش برن. بله ممنونم. امیدوارم که دستاتون خسته نشده باشه چون گوش رو نگه داشتید. ببخشید. سعی کردم یه سری سوالاتی رو بپرسم از شما که متفاوت باشه با توجه به اینکه شما معمولا در اینجور موضوعات، در اینجور برنامه‌ها حضور دارید. خواستم که یه مقداری متفاوت باشه. دو تا از سوالات دیگری که دوستان در لایو پرسیدن رو، البته یکیش رو شما پاسخ دادید. چه قسمتی از مغز درگیر باورهای دینی هستش که گفتید قسمت لیمبیک که مغز درسته؟ دوباره تکرار کن، ببخشید یه نفر اومد روی خط صدا تو قطع. چه قسمتی از مغز درگیر باورهای دینی هستش؟ یکی از دوستان در لایو پرسیدن. بله، ببینید به طور کلی نیمکره راست مسئول تمام باورها به موارد غیر علمی هستش، یعنی دین، خرافات، فلسفه، ملودی موسیقی ها، دیگه باورهای دینی همه در نیمکره راست. به خاطر اینکه خیلی با احساسات هستند بیشتر در نیمکره راست پردازش میشن. به خاطر اینکه به طریق همون واکنش، به طریق شرطی شدن اجرایی و از طریق ترس از مجازات و امید پاداش هست، در سیستم لیمبیک طرف راست باورهای دینی بیشتر از همه مداربندی میشن. شما اگر یک نفر رو بگیرین تو فانکشنال ام‌آرآی بگذارید و دیندار باشه و بهش بگید که راجع به خدا فکر کنید، میبینید که سیستم لیمبیکش فعال میشه و نیمکره راستش فعال میشه. پس سیستم لیمبیک نیمکره راست مسئول پردازش و فرایند باورهای دینی هستش، در حالی که علم به نیمکره چپ مربوط هستش و بیشتر در همین قشر جلو پیشانی پردازش میشه. بله. اینا رو من با بارهای در جلسات مختلف تحت عنوان زیربنای فیزیکی ادراکات، من اینا رو اگر بگردیم تو سایت تلگرام هم دوستان اگر علاقه دارن، من عکسای فانکشنال ام‌آرآی در حال نماز خوندن، در حال دعا کردن، در حال تفکر به خدا و تفاوتش، مثلا اگر یه ایتئیستی رو بذارین توی فانکشنال ام‌آرآی و بهش بگین به خدا فکر کن، فقط مرکز تکلمش یک کمی فعال میشه که داره فکر میکنه که چجوری این داستانو بقبولونه که خدایی نیست، در حالی که اگر یک تئیست رو بگذارید و فانکشنال ام‌آرآی کنید و بگین به خدا فکر کن، نیمکره راستش به شدت فعال میشه. بله. اگر هم میخواد کسی بخونه کتاب زیستشناسی مغز و اخلاقیات، من راجع به این موضوعات زیاد نوشتم که در واقع کتابی هستش که ریشه اخلاقیات رو از آسمان به داخل نورون‌های مغز ببرم و راجع به سیستم لیمبیک و حتی مدیتیشن و اینا هم در اون کتاب
شرح نسبتا مفصلی دادم. بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. من برای دوستان یادآوری بکنم، بعد بریم سراغ اگر سوال دیگری باشه. من فکر میکنم آقای قرناقی هم سوال داشته باشن از شما آقای دکتر. یادآوری بکنم که آقای دکتر چندین کتاب نوشتن و همینطور چندین کتاب علمی رو ترجمه کردن و در چند ماه اخیر در آقای بوف ما یک سری از کتاب‌های ایشون رو منتشر کردیم. هنر نشناختن مغز، 5 سوال علم و دین و تصویر بزرگ از شان کرول هستش که امروز هم کتاب دیگری از ایشون در آقای بوف منتشر میشه، قشر حدقه پیشانی. آدرس کانال تلگرامی آقای دکتر رو زیر این لایوی که سیو میشه میگذاریم تا دوستان علاقه‌مند بتونن عضو کانال ایشون بشن و از مطالبشون استفاده بکنن. اگر دوستان سوالی دارن که در رابطه با موضوع امشب هستش بنویسید اینجا و که از آقای دکتر بپرسیم. و اگر آقای قره‌داغی شما سوالی دارید بفرمایید. بله، خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنونم. وقتی آدم گوش میکنه به صحبت‌های دکتر کیمیایی دیگه کلا همه چی فراموش میشه. گاهی اوقات حتی فراموش میکنم که عکس‌های مرتبط بذاریم و کلا دیگه جذب صحبت‌ها میشیم. جناب دکتر، این موضوعی که شما مطرح کردید در رابطه با جوانان و قشر نوظهوری که در ایران در واقع با عناوین آتئیست و اینا ازشون اسم برده میشه، یه مقدار من در واقع چیزایی که میبینم یه مقدار از طرفی هم نگران کننده است. این که دوستانی که مثلا اون رفتارهای آخوندها رو میبینن یا رفتارهای مبلغان دینی شیعه رو مخصوصا میبینن و از اون مسیر زده میشن و رو میارن به، حالا ابتداعا رو میارن به یه مدت کوتاهی به بیدینی یا نفرت از دین و بعد کم کم میبینیم که اینها سر از جاهای مختلف دیگه در میارن. حالا نمیدونم چه نیازی هست توی وجود بعضی از دوستان که به ماورا و به اون نیروهای کهکشانی و بعد حالا قسمت خیلی عظیمی به اون سمت گرایش پیدا می‌کنن، قسمت کمی به ادیان دیگه و یا شیوه های دیگه ای که اون هم باز یه جورایی میشه گفتش که اونها هم در صف همین موضوعات خرافه‌ای قرار میگیرن. ولی خب نمیدونم چه نیازی هست توی وجود این افراد که باز به انحراف کشیده میشه، به جای اینکه به عنوان مثال بیان به علم رو بیارن و اون موضوعات علمی رو مد نظر قرار بدن که خب مذهب برای ما کاری نکرد یا میبینیم که مذهب راه ما نیست، ولی با این حال با این در واقع میشه گفت خرافات نوین میان ادامه میدن. این رو میخواستم یه مقدار توضیح بدم. علت این که اصلا از ابتدا دین پیدا شد همین فشار مغز برای جواب دادن به یک سوالاتی هستش که جواب سرراستی براشون وجود نداره. مثلا اینکه کی ما رو آفریده، اولش گفتن برای چی آمدیم، مقصود از این آمدن چیه، به کجا خواهیم رفت. اینا سوالاتی هستش که در ذهن بوده، هنوز هم هست. حالا این دین اینو پرش کرده، چندین هزار ساله این سوالاتو به طور گمراه کننده مردم رو قانع کرده که جوابا رو دارم. ولی الان که این خلأ ایجاد شده، این دینه دیگه جوابگو نیستش، درسته، الان بایستی سعی کرد تفکر علمی رو جانشینش کرد. واقعا هدف منم در این موقع همین هستش که تا میتونم بنویسم، ترجمه کنم، صحبت کنم و از دوستان دیگه هم که میتونن در خارج و داخل کمک بگیرم که الان ما باعث وقتی این هستش که این خلایی که ایجاد شده با واقعیت پرش کنیم، به جای اینکه دوباره دوستان به دنبال مثلا عرفان حلقه و نمیدونم از این شالاتان بازی های دیگه بیفتن که میدونم تو ایران بسیار بسیار شایع شده. یعنی من فکر نمی کنم هیچ کشوری الان در دنیا به خرافاتی ایرانیا، من از داخل افغانستان خبر ندارم ولی میدونم از داخل ایران خبر دارم که به شدت خرافاتی شدن و برای پر کردن این خلأ دینی
دارن یه چیزای موهومات دیگه ای وارد کنن. دلیل این که منم این وقتم و این همه گذاشتم برای این کار این هستش که شاید یک کمک کوچیکی بکنم که این خلأ با تفکر علمی پرشه، نه تفکر خرافاتی دیگه ای مثل همین عرفان‌های مختلف. حالا میتونه به صورت مختلف باشه، مثلا تفکر بودایی رو به جای تفکر علمی بذاریم. میدونی همین ریاضت کشیدن ها و نمیدونم مدیتیشن ها و انواع اقسامشون به جای اون برن وقتشون رو بذارن جوونا خودشون رو آشنا کنن، برای همین سوالاتی که به ذهنشون میاد بگردن و جوابای علمی پیدا کنن که که برای پیشرفت مملکت و پیشرفت زندگی خودشون مفید واقع بود. بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. واقعا هم تلاش میکنید، خیلی هم قابل ستایش تلاش‌های شما، چه در زمینه ترجمه، چه در زمینه تألیف و چه در زمینه برنامه‌هایی که میذارید و خیلی بسیار، یعنی بیشتر استقبالی که ما همیشه داشتیم از برنامه‌های شما بوده. خیلی تا یه کتابی هم اعلام میشه که از طرف شما در اختیار ما قرار گرفته، اینقدر پیام میاد، همه منتظرن که کتاب‌های شما رو، حالا چه ترجمه باشه چه تألیف، اینا رو منتظر هستن که منتشر بشه و مطالعه بکنن و این واقعا خیلی عالیه. جناب دکتر یه سوال دیگه ای داشتم خدمت شما در رابطه با همین بحث علم. ما حیطه علم رو چون خیلی مشخص نمی کنیم، یک سری از دوستانی هست، حالا من میخوام از ایران مثال بزنم، حالا بحث خارج رو ما زیاد نداریم، مثلا اساتید روانشناسی میان و اظهار نظر میکنن در اتاق موضوعات علمی و این رو تا حدودی میشه گفت که رنگ و درون مایه‌های دینی داخلش هست. مثلا خیلی از دوستان حالا توی پیام ها هم من دیدم از دکتر هولاکویی و اینجور افراد فکت میارن، یا من یک برنامه رو دیدم قبلا شما داشتید با خانم نهضت فرنودی که بله که با هم اختلاف داشتید بسر بعضی از موضوعات. میخوام ببینم این حیطه علم کجاست دقیقاً، چون خیلی ها میگن خب ما داریم علمی حرف میزنیم ولی خب اون علم کجاست و دین کجاست؟ که علم تقسیمات مختلف داره. معتبرترینشون و سختترینشون علم تجربی هستش، empirical science، یعنی چیزی که که از دست تفکر بشرم خودش رو نجات داده، با وسایل آزمایشگاهی بی‌طرف به اثبات رسیده. درست؟ مثلا اینکه کرونا یک ویروس هستش دیگه نمیشه شک کرد درش، یا آب از هیدروژن و اکسیژن ساخته شده، این علم تجربی هستش که 100% علم سخت هستش. بیشتر علم فیزیک کاربردی علم سخت هستش، علم شیمی علم سخت هستش، علم طب خیلی سخت نیستش. علتش این هستش که هنوز به زیربنای ساختار عمیق این دستگاه بسیار پیچیده هنوز پی برده نشده. به این جهت علم سختی مثل فیزیک کاربردی نیستش. گوش میدید؟ روانشناسی یک علم بسیار شلی هستش، is a soft science، به خاطر اینکه ابجکتیو نیستش، هر کسی نظر خودش رو میگه. از مثلا یک زمانی هنوزم هست که تو ایران فروید مثلا خدای روانشناسی در نظر، مثل اینکه وحی منزل هستش، در حالی که الان همه حرفاش بی ثبات شده و رد شده. همینجوری یونگ و بقیه. به این جهت روانشناسی یک علم هارد ساینس نیسته. بیشتر مردم نظریات خودشون رو بیان میکنن، یا علمی که بر اساس مکتبی که درش درس خوندن و تحت تاثیر اون مکتب صحبت میکنن. حالا نام بردید چند نفر رو من باشون آشنایی دارم، بعضی هاشون علمی تر صحبت میکنن. مثلا من روانشناسی که خودم دارم تبلیغش میکنم و تشویق میکنم روانشناسی عصبی هستش. همین کتاب قشر حدقه پیشانی رو اون وسطاشو اگر فصلاشو بخونین میبینید زیربنای نورونی یا شیمیایی
افسردگی و اسکیزوفرنی و بایپولار و اینا رو نوشته، یا اضطراب و بقیه رو. این اگر روانشناسی رو پیدا کنید که به ساختار مغز آشنایی کامل داشته باشه و بدون این مغز شخص بیمار مضطربش چه اختلالات ناقلان عصبی هست، اون وقت میتونیم بهش بگیم که علم سفت و سختی داره. اما کسانی که هنوز در خودشون رو عالم میدونن ولی پا در باورهای دینی میذارن، اینا قابل اعتماد نیستن. یعنی میرسونه که خودشون هم هنوز جرئت نکردن از پارادایم دین جلو برن و وارد پارادایم علم بشن. شما نمیتونید این تناقضا رو در ذهنتون داشته باشین. یعنی هم بگین، همین صحبتی که من با خانم دکتر فرنودی داشتم که خیلی هم دوستشون دارم و از 50 سال پیش با هم در رابطه بودیم، ولی در رابطه با روح بود که ایشون واقعا حرفی نداشتن که ثابت کنن که روحی وجود داره و شروع کردن راجع به معنویات و افکار مولوی صحبت کردن که جایی در علم ندارن واقعا. این هستش. در ایران الان خیلی رو من میبینم، حتی فکر کنید که نورولوژیست هستن، نوروسرجن هستن، ولی هنوز اینو به عنوان یک حرفه پولدار استفاده میکنن، ولی افکارشون هنوز امام زمانی هست. این دیگه این دوره گذار هستش. در دوره گذار این سطح مشترکا رو خیلی باید انتظارشون رو داشت. هنوزم توی امریکا هم، شما هنوزم توی امریکا، من همین توی ساختمانی که الان نشستم پزشکی دارم که کشیش هم هستش. یعنی روزای یک شنبه میره توی کلیسا مردم رو گمراه کنه. عجب. حالا پیرو به این صحبتتون جناب کیمیایی، یکی از دوستان سوال کردن که آیا میشه گفت که اعتقاد به خدا ژنتیکی هستش؟ یعنی میتونه به این ربط داشته باشه؟ حالا بعضیا میبینید که به علم هم میرسن ولی نه، چنین چیزی وجود نداره. براتون بگم چرا چنین چیزی وجود نداره. یک کتابی هست به اسم Elephant in Mind in Brain something، مثل Elephant in Brain. این داستانیه که روانشناس اجتماعی سایکولوژیست خیلی معروف انگلیسی هستش که اول این مبلغ دین پروتستان بود و رفت توی قبیله آمازون هستند که این قبیله الان حدود 200 ساله که این مبلغا سعی میکنن اینا رو مسیحی کنن و تا حالا نتونستن. دلیلش همین هستش که همین آقای شهر داد که این رفته بود و بعد از سالها نشسته بود با خانمش تو همین قبیله کار میکردن و سعی کرده بود این قبیله رو مسیحیشون کنه. بالاخره رئیس قبیله بهش گفته بود که حرف حسابتون چی هستش. اون گفته بود که خب تو نگاه کن، این همین آقای روانشناسی گفته بود نگاه کن، این دنیا به این بزرگی، این کهکشان‌ها، این کره زمین، این کوه، این آب، اینا رو بالاخره یکی آفریده. اون رو گفته بود که رئیس قبیله گفته بود نه ما چنین چیزی نداریم، اینا خودشون همینجوری به وجود آمدن، به این جهت ما احتیاج به خدا نداریم. یعنی اگر ما ژنی داشتیم بایستی اون مرد بدوی که از تمدن هم دوره و یعنی اونم باید همین ژنه رو داشت، یا این ژنه اگر بود این خداه تکامل پیدا نمی کرد. یعنی از شما اگر سیر تفکری رو، من کتاب سیر تفکری درباره آفریدگارها رو فکر میکنم شما هم پستش کردین، نوشتم که این خداه درست همین جوری که حیات دچار فرگشت شده، خدا هم دچار تحول و تکامل شده. یعنی از خدایی که اول یک سنگ بوده یا یک درخت عجیب غریب بوده، کم کم به بت تبدیل شده، بعداً به بت‌های زیادی تبدیل شده، بعد به خدایان زیادی تبدیل شده، بعد از بین خداها یه خدا انتخاب شده و هنوزم تک خدایی وجود نداره، یعنی هم خدا هست هم شیطان. پس اگر یک ژنی داشتیم بایستی خدا از روز اول همون شکل و قیافه رو داشت و احتیاجی به تعلیم و تربیت و ترس و مجازات و اینا هم نبود که
قبولش کنیم. هممون قبولش میکردیم و امثال منم که در یه خانواده دینی بار آمدم و در ابتدا هم باور داشتم که چنین چیزهایی وجود داره، این ژنم رو نمیتونستم از بین ببرم. پس ژنی نیست، این تعلیم و تربیتی آموزشیه. شما الان ببینید، نگاه کنید تعداد ایتئیستا رو در ژاپن و بلژیک و نروژ و سوئد و سوئیس با مثلا افغانستان و ایران خودمون و یمن و نمیدونم کشورهای عقب مانده دیگه مقایسه کنید. اگر ژنتیک بود همه دنیا بایستی درصد ایتئیستا و غیر ایتئیستاشون یکی بود. بله دقیقاً. بر طبق صحبت شما پس همونجور که به هر حال علم پیشرفت میکنه، شارلاتان ها هم برای تبلیغ مذهب و خدا شیوه های جدیدتری رو چیز میکنن، پیدا میکنن. یه دکان بازار خیلی خوبی هست. ببین در امریکا سالی 120 میلیارد دلار درآمد آشکار کلیسا بدون مالیاته، یعنی معادل 200 میلیارد دلاره. 200 میلیارد دلار کلیسا آشکارا به جیب میزنه. شما حاضرین اگر چنین بیزنسی داشتین از بین ببرینش؟ یا نگاه کنید به ایران ببینید که به اسم خدا چجوری مملکت رو دارن میچاپن. بله بیزنس بسیار بزرگیه. این بازاری بوده از وقتی که حکومت ها شکل گرفتن. حکومت ها برای که افکار مردم رو کنترل کنن به دیندارا اجازه دادن که دخالت کنن در امور. یعنی حتی در زمان شاه که هنوز دوستان فکر میکنن خیلی کشور پیشرفته‌ای بودیم، شاه جرئت نمیکرد یک کلمه برخلاف دیندارا صحبت کنه. حتی وقتی که آدمی مثل خمینی شروع کرد به لگد پرانی، حاضر نشد که جرئت نکرد که مثلا سرش رو زیر آب کنه. به راحتی بقیه رو سرشون رو زیر آب میکردن ولی اونو جرئت نکرد، به خاطر اینکه قدرتی که دین داره و اینا حاضر نیستن این قدرت رو از دست بدن. بله کاملا درسته. افرادی سر کار بودن که بسیار مذهبی بودن و قبل از اون هم به هر حال پادشاهان تا حدودی قدرتشون رو از منابع مذهبی میگرفتن. کاملا درست. دستشون در دست هم بود کاملا. الان تو امریکا هم حزب جمهوری خواه دستش در دست کلیسا هستش و از اون به شدت استفاده میکنه و رأی میاره و بهشون هم کمک میکنن. مثلا یکی از نمایندگان رئیس جمهوری 2 دور قبل گفت 30 میلیون دلار به چرچ مورمونا در سال کمک میکنه، برای که 40 میلیون عضو داره، به خاطر اینکه بهش رأی بدن. خانم بعدی سوالاتی دارید؟ سوال اینجا خیلی زیاده، حالا سعی می‌کنم از جناب دکتر درخواست کنیم که سوال زیاده، پس من چند تاشو انتخاب میکنم به مرور. دوستی سوال کردن که اجازه بدید تا من از اول بیارم که ظلم نشه در حق دوستان. توی سوالات امروز بسیار زیاد بوده ولی خب سعی می‌کنم از سوالات قبلی بپرسیم که حق اونها ضایع نشه. نوشتن که جناب دکتر کیمیایی عزیز، خداباوران از عدد طلایی که زیر مجموعه دانش ریاضی هست برای اثبات وجود خدا استفاده می‌کنند. چگونه این ادعای خداباوران رو میشه رد کرد؟ حتی اونا ادعا می‌کنن باید اونا دلیل بیارن. اول خدا رو ثابت کنن، بعد ادعاهای دیگه بکنن. اول بگن چنین خدایی وجود داره که بعداً اون وقت قانون طلایی ریاضی رو ببینید. تمام ریاضیات محصول ذهن آدم هستن. در همون قطب اولش گفتم، در قطب لوب پیشانی در ناحیه 10 برادمن در طرف چپ یه ناحیه هستش که تمام ریاضیات عالی محصول اون هستش. یعنی ریاضیات یک منطق مشترک بین انسان ها با زبان مشترکی هستش برای پیدا کردن نظم در طبیعت فیزیکی، نه در دنیای خیالی ماورای طبیعه. به ایجاد پیدا کردن نظم میدونم اینا خیلی از این حرفا میزنن،
میان میگن این آیه های قرآن یا کتاب های دیگر رو عدد میذارن و بعد یه چیزایی از توش در میارن، پس میگن خدا هستش. پس اینا اصلا اولا که اون نسبت طول و عرض مستطیل، فکر میکنم این یکی از قوانین طلایی باشه که فکر میکنم طول مستطیل اگر 1/6 عرضش باشه اون مستطیل به نظر زیبا میاد و این یکی از قوانین ریاضی هستش. این به خاطر زیبایی شناسی مغز آدم هستش و در کتاب هنر زیبایی شناسی و مغزم شرحش دادن. حتی این قانون طلایی رو هم اونجا شرح داده. یه چیزی هستش بستگی به ساختار مغز آدم داره و ارتباطی با دنیای ماورای طبیعی یا مادون طبیعی مثل خدا نداره. بله کاملا درست. دوستی سوال کردن که البته سوالشون در واقع یه جور انتقاده، میگن که آیا علم باوران و بیشتر شما رو مخاطب قرار دادن نگاه سطحی به دین ندارن، باید عمیق نگاه کنن تا دین رو بهتر متوجه بشن؟ حالا این عمقش نمیدونم چقدره که جالبه. آره اتفاقا بذار من یه مقداری از تاریخچه دین خودم بگم. من در یه خانواده متولد شدم که 2 نسل قبلشون به خاطر دوستی با سید جمال الدین اسدآبادی توی اسدآباد همدان مسلمان شده بودن. 1400 سال بود که اینا یه خانواده‌ای بودن که 1400 سال پیش برای که مسلمان نشن تحت سرکردگی یک سردار خزری اینا همه یهودی شده بودن. تمام یهودی ها ایران هم همینا هستن و من اینو با ژنتیک خودم ثابت کردم که خانوادم ایرانی اصلی هستن که 1400 سال پیش اینا یهودی شدن و متعصبن بودن یعنی 1400 سال اینا دینشون رو حفظ کردن و این تعصب من خانوادم وقتی مسلمان شده بودن اینا به دلیلی هنوز فکر میکردن که یهودیگری که داشتن این یک کمی براشون سرفکندگی بوده. به این جهت خیلی حالا یا واقعا باور داشتن یا تظاهر میکردن خیلی ظاهرا مذهبی بودن و من از بچگی علاقه وسواسگونه‌ای برای کتاب خوندن داشتم. من تمام قرآن رو چندین بار به عربی خوندم، به فارسی خوندم. تفسیر المیزان تمام جلداشو با تفسیر قرآن عربستان سعودی به زبان انگلیسی مطالعه کردم. چندین سال عرفان مولوی رو مطالعه کردم و تورات و انجیل و اینا رو همه رو خوندم و تو کتابام هم میبینین که اشاره های مفصلی بهشون کردم و برای رد دین و اینکه اولیاء دین همشون اختلال ساختار مغزی داشتن زندگی اونا رو مطالعه کردم. من کتابای زیادی درباره زندگی عیسی و موسی و محمد و اینا خوندم. به این جهت وقتی که راجع به رد دین میگم خیلی عمقی هستش و علت این هم هستش که من واقعا از سن حدود 55 سالگی 60 سالگی شروع کردم به نوشتن. این بود که میخواستم اینقدر اطلاع داشته باشم که بتونم با هر کسی بحث کنم و به قول معروف خونه در ساحل نکنم که با یه بادی از بین بره. به اینجا نه، من سطحی نگری درباره دین نمی کنم. هر کسی که میخواد راجع به احکام دین، راجع به تاریخ دین، راجع به تورات، انجیل اینا سوال کنه، میتونیم با هم دیگه میتونن امتحان هم کنن ببینن چقدر اطلاع دارن. بله توی بحثا که من کاملا میبینم از تمام هم نه تنها از ادیان مختلف بلکه از منابع مختلف شما هم مثال میارید و هم موضوعاتی که مطرح میکنید کاملا گستره مطالعاتتون در این زمینه کامل مشخصه و دوستان اگر هر کدومشون هم سوالی دارن یا فکر میکنن که جایی اشتباه هست میتونن مطرح بکنن. بله اگر جایی فکر میکنن سطحی هستش سوال کنم من تا عمق مطلب رو براشون بگم. ادعا نمی کنم آدم عالم نمیدونم دانشمند دینی هستم که اسم بی‌مسمایی هستش
که یه نفر خود شد دانشمند دینی بدونه، چون دانشی نیستش، یه عده مجهولات هستش و به این جهت. ولی اگر سوالی دارن و فکر میکنن که یک نکته عمیقی رو از دین برداشت کردن که من خبر ندارم، خیلی خوشحال میشم که بشنوم. بله، بسیار عالی. من با چند تا از فیلسوفای بزرگ دین معروف ایران سال دوست بودم و از نزدیک مطالعهشون کردم و به پوچی عقایدشون پی بردم. یعنی این نیستش که فقط از روی کتاب هم باشه. نمیخوام نام ببرم، ولی هم در ایران و هم در امریکا با تعداد زیادیشون آشنایی نزدیکی دارم و میبینم که چقدر باوراشون بیشتر تظاهر و تو خالی و اینا هستش، پر از تناقض واقعا. بله، کاملا درسته. جناب دکتر، سوالات خیلی زیاده ولی من هی دارم تلاش میکنم که سوالات که یه مقدار هم تکراری نباشه، هم که بحث مربوط به اعتقادات شخصی یا مثلا موضوعات سطحی مذهبی نباشه. من دارم تلاش میکنم که انتخاب کنم، ولی میخوام ازتون درخواست کنم که در همین نزدیکی ها یک فرصت دیگه هم به ما بدید که این سوالات چون خیلی زیاده بتونیم اونها رو هم مطرح کنیم که دوستان به جوابهاشون برسن. یعنی منظورم اینه که با همین موضوع برنامه دیگه هم داشته باشیم اگر هر زمان که شما. حتما. خیلی هم عالی. یکی از فکر کنم 15 دقیقه 20 دقیقه وقت دوستان رو گرفتیم اول برنامه و اونو باید من جبران کنم. اونم اشکال از ما بود که چیز نکردیم. نه، اشکال از منم بود. با این تکنولوژی زیاد باید راههای راحت‌تری رو انتخاب کنیم که زیاد مشکل ساز نباشه برای شما. بله، یکی از دوستان سوال کردن که با توجه به اینکه حالا اگر با این نگاه به موضوع بنگریم دین میتونه یک ایدئولوژی باشه، اما اگر آیا این رو به دور از تقدس با علم مقایسه کنیم این تضاد آیا باز هم از بین نمیره؟ ببینید، چون بنیادشون با هم تفاوت اساسی داره هیچ وقت با هم دیگه توافق پیدا نمی کنن. دین درباره نامعلومات دنیای مادون طبیعه است که محصول ذهن انسان ها بوده، در حالی که علم مربوط به مطالعه پدیده های طبیعی، روابط علت و معلولی و ساختار طبیعتی هستش که ملموسه. حالا ملموسیش میتونه با حسای آدم باشه یا با دستگاه ها باشه، ولی باورای دینی هیچ کدومشون نه محسوسن نه ملموسن و نه با هیچ وسیله آزمایشگاهی میشه ثابتشون کرد. به این جهت هیچ گونه وجه مشترکی ندارن، چون بنیاد از نظر ریشه و بنیاد با هم تفاوت دارن. هیچ گونه شما یک موضوعی رو بگید که مثلا زندگی بعد از مرگ، هیچ گونه توافقی ما نمیتونیم بین ساختار فیزیکی بدن و امکان زندگی بعد از مرگ و فرض بگیریم. یعنی وقتی این ساختمون فرو ریخت و چون جان ما محصول این ساختمون هست، وقتی رفت دیگه رفته و هیچ گونه به جز تخیلاتمون و تصوراتمون و موهومات نمیتونیم بگیم که این زندگی ادامه پیدا میکنه و چرا باید ادامه پیدا کنه. یا مثلا مسئله روحه یا وجود خدا یا وحی. میدونید اینقدر سوال در موردش هست که چطوری میتونید شما مثلا نبوت رو قبول کنید که چرا فقط به 5-6 نفر از این 100 میلیارد آدمی که تا حالا پا به عرصه حیات گذاشته، چطوری فقط به 5 نفر نبی اولوالعزم فقط انتخاب کرد که اکثرشون هم آدمای بیکاره چوپان سرگردونی بودن؟ چجوری شده که این همه دانشمند بودن خدا خودش رو به اینا نشناختونه که اینا بدونن که هر کسی که ادعا کرده واقعا وقتی سایکولوژیشو میخونیم کاملا واضح میشه که یا دروغ میگفته یا اختلالات عمیق سیستم لیمبیک خودش داشته. به این جهت اصلا من هر چی فکر میکنم هیچ وجه مشترکی پیدا نمی کنم. اگر دوستی
پیدا کرده لطف کنه منم هدایت کنه. بله خیلی هم عالی. بس تا پیغمبری ظهور نکرده ما سوالات جدیدتری رو مطرح کنیم. خانم بعدی شما سوالی دارید؟ داشت میکرد ولی نشد. بله. خب سوالات که اکثرا تکراریه، چون دوستان ما تازه به ما ملحق شدن و با برنامه های که با حضور آقای دکتر داشتیم تازه آشنا شدن. سوالاتی میپرسن در رابطه با تناسخ، در رابطه با بعد از مرگ و روح. دوستان عزیز به این سوالات پیشتر آقای دکتر پاسخ دادن در کانال تلگرامیشون. همه فایل های صوتی و نوشتاری اونجا هستش موجود که میتونید اونجا مطالعه بفرمایید. در زیر این لایوی که سیو میشه آدرس تلگرامی آقای دکتر و صفحه اینستاگرامشون رو بر شما میگذاریم. من تا حالا 4 تا کتاب نوشتم و 16 تا کتابم ترجمه کردم فقط به ثابت کنم که روح وجود نداره و همه کارا رو نورون های مغز انجام. فکر میکنم همین جمله کافیه. حالا اگر وقت دارن و میخوان همه این کتابا رو مطالعه کنن که چه بهتر. همه یا در ایران چاپ شده، 4-5 تاشم در راستای چاپ شدن هستش و هنوزم پروژم تمام شده نیستش، ولی باور کنید روحی وجود نداره، لازمم نیستش. چنین چیزی فرض بوده. تاریخچه‌ش هم اگر خواستین در کتاب سیر تفکری نوشتم که چجور یهودی‌ها این روح وارد باورهای دینی کردن. اگر خواستین بخونینش با استنادهای تاریخی دقیقاً گفتن که چجوری از افکار افلاطون یهودی‌ها گرفتن، فقط برای شهید پروری این روح اختراع کردن که الان هم میبینید برای شهید پروری ازش استفاده میشه تا این روح بمونه، برن و 72 تا پولی. بله بسیار عالی. جناب دکتر یه سوالی هست میخوام اون رو مطرح بکنم ولی هدفم بیشتر اون سوال نیست. مطابقاً این سوال رو اجازه بدید من بخونم. ایشون نوشتن که دین باعث عدم پیشرفت نمیشه و این تفکر آدم هاست، چون که اگه اینطور بود کشورهای آریایی پیشرفته نبودن. حالا این به کنار، من بیشتر کلمه آریاییش مد نظرمه، این که این میهن دوستی، وطن پرستی یا اون نژاد برتر و اینها توی این دنیای علم و مغز کجا جا میگیره که اینقدر حالت خیلی چیزش هم باعث همون بحث نازیسم و اینا هم میشه توی تاریخ. ببینید تمام ایدئولوژی ها، چه دینی چه سیاسی، کمونیستی، فاشیستی، نجات پرستی، میهن پرستی، دیکتاتوری های مختلف، همشون ناشی از جهل انسان ها هستن. هممون از یک پیش انسانی حدود 7 میلیون سال پیش شکل گرفتیم. هیچ برتری هم به هم دیگه نداریم، هیچ برتری بین نژاد آریایی و سامی و اینا نیست. اون چیزی انسان رو ارزش میده که تفکراتش باشه و کوششش برای سعادتمند کردن خودش و دیگران. این تعریف انسانیت هستش. یعنی سعی کنیم که مردم، آدمی برتر هستش که سعی کنه اول خودش رو سعادتمند کنه و بعد دیگران رو. و سعادت هم تعریفش رو من بارها کردم، ادراک در کنترل بودن بر تمام عواملی هست که میتونه باعث ناخوشایندی بشه. حالا فکر کنید که اگر من بگم آریایی برتر هستش، اون وقت بایستی بجنگم، عربا رو سرکوبشون کنم، کردا هم که آریایی هستن ولی بلوچا رو با اونا بجنگم و فقط با نژاد آلمانی دوست باشم، که همون بدبختی بود که در عمل قرن 20 نشون داد که هیچ گونه ایدئولوژی به جز لیبرال دموکراسی پایان نیستش و با سعادت بشر سازگار نیست. و حالا ایدئولوژی دینی هم اسلامی هم داره امتحان پس میده
و امیدواریم که و حتما هم شکست خورده و امیدواریم به زودی بساطش رو جمع کنه و بره و بقیه هم پیش به اینجا. ارزش آدم به نژادش نیست. آدم میتونه از هر رنگ و پوست و شکل و قیافه‌ای باشه، ولی میتونه انسان باشه یا میتونه شیطان صفت باشه. بله. میدونم دست از این برتری نژاد ایرانی بردارین. هیچ ارزشی. ببین، اگر من بارها انتقاد کردم از سلطنت طلبها که اگر 3500 سال سلطنت خوب بود ما الان در این وضعی نبودیم که هستیم. نتیجهش همین کثافتی هستش که بر مملکتمون چیره شده. اگر اینا میذاشتن یک کمی تفکر سیاسی یا تنوع تفکری انتشار پیدا کنه، این خلا پیدا نمیشد که یه عده اوباش بیان جاشو پر کنن و الان این وضعی باشه که من و شما مجبوریم در اینترنت با هم صحبت کنیم به جای که بشینیم توی کلاس درس که ما رو از اون روزن این حرفا رو صحبت کنیم راجع. بله کاملا درسته. البته جناب دکتر اون 2500 تا هم برای اغراق میگن، برای اینکه 600 700 تاش که خلفای عرب بودن، نصفش اسکندر و بعد اون چنگیز و اینا رو ازش کم کنیم چیزی نمیمونه. حالا اونا رو بازم هم حکومت‌های سلطنتی بودن به هر حال. بله دقیقاً. موضوع سلطنت بود. آره نه خیلی اصلا نه تنها تاریخ کشور خودمون، اصلا تاریخ بشریت خیلی چیزی نیستش که افتخارآمیز باشه. شما به قتل عامان نگاه کنید. این بشره بدترین گونه حیوان بوده که بیشتر از هر گونه حیوان هم نوع خودشو کشته، حتی در یه محدوده جغرافیایی، و هیچ گونه حیوانی اینقدر از همدیگه نکشته و اینقدر آماده نیستش که اصلا نسل بشر رو برداره. و هر روز یه چیز خطرناکی میاد که چین این بمب اتمی رو ساخت. اینجوری آقایون دارن تو ایران سعی میکنن بمب اتمی بسازن که بزنن سر اسرائیل و اسرائیل هم 300 تا بمب اتمی آماده داره بزنه. این واقعا تعریفی هستش که مردم از انسانیت و برتری خودشون بر حیوانات در نظر میگیرن. بله کاملا درسته. خب جناب دکتر اگه خسته نشید سوال زیاده، یکی دو تا اگر بپرسیم یا اینکه فکر کنید بگذاریم برای حدود 45 دقیقه دیگه در خدمتتون هستم که جبران وقت دوستانم بکنم. خیلی لطف میکنید، ممنونم. یکی از دوستان سوال کردن که جایگاه فیزیک کوانتوم در دنیای علم پزشکی، همچین چیزی سوال کردن که چه میتونه باشه. ببینید هیچ وقت استدلالات سطوح مختلف دنیای فیزیکی رو به سطح دیگه نکشونید. هیچ وقت استدلالاتش رو استفاده نکنید. این اگر کتاب همین تصویر بزرگ رو نگاه کنید، راجع به این موضوع مفصل نوشته، گرچه خودش فیزیکدان هستش. شما نمیتونید فیزیک مثلا اون اغتشاشات فرضی فیزیک کوانتوم ها حتی به سطح ماکرو مثلا یک سیم متری بکشید یا اون چیزها رو به سطح پزشکی یا به سطح زیست شناسی بکشید. هر کدامشون سطوح مختلفی دارن و باید از یافته هاشون فقط در سطوح خودشون استفاده کنید یا از استدلالاتشون. من از فیزیک کوانتومی خیلی مطالعه کردم راجبش، ولی باید اذعان کنم چیزی سرم نشده ولی این ایده رو قبول دارم که کاربردی در سیستم های ماکرو یا سیستم های بزرگ فیزیکی کاربرد نداره. یعنی هرچی هم نامطمئنی در سطح کوانتومی باشه، برای من وقتی این مریضی سر داره یا باید بگردم یا اینکه مریضی سل داره، خب سلش حتما هستش. حالا هر نامطمئنی در کوانتوم های بدنش هست، ولی مطمئنا سلش عاملش رو میتونیم پیدا کنیم
به این جهت کاربرد ندارن در سطوح مختلف. بچسبین به همون سطحی که درش دارین کار میکنین و از همونها استفاده کنین. این استدلالاتشو بهترین وجهی در همین کتاب تصویر بزرگ فکر میکنم نویسنده آورده بود. بله بسیار عالی. در رابطه با جبر و اختیار در مغز سوال کردن جناب دکتر، قبلا فکر می‌کنم یه مقدار توضیح داده بودید، حالا اگر لازم می‌بینید که توضیحات تکمیلی اگر نکرد. بله، من شاید بیشتر از همه چیز راجع به عدم وجود اراده آزاد صحبت کردم. یعنی همینجور که قبلا هم گفتم تمام کارا رو نورون‌های مغز انجام میدن و خارج از اونا هیچ ماهیتی به اسم اراده که کاری بتونه انجام بده نیست. یه ادراکی هستش که 0.2 ثانیه قبل از اجرای عمل در مغز ایجاد میشه که ادراک عاملیت و فاعلیت و مالکیت و سناریو نویسی و ناظر بودن بر افکار ایجاد کنه که این منی که مغز اونم یه پدیده هست میسازه، این عامل این حرکت یا این عمل یا این فکر هستش. به این جهت ما در هر لحظه‌ای که یک کاری رو داریم انجام میدیم، مثلا من همین لحظه‌ای که دارم این صحبت‌ها رو میکنم هرچی از دهنم در میاد محصول جبری هستش که در مغزم شکل گرفته. یعنی بدون هیچ اراده‌ای ندارم که بتونم این جوابا رو عوض کنم. خود مغزم تصمیم میگیره بر اساس حافظم و بر اساس فعل و انفعالاتی که همین الان در مغزم برقرار هستش این جوابا رو میدم. اگر قبل از آمدن مثلا یک ماده توهمزایی رو استفاده میکردم، اون وقت جوابای دیگری بهتون میدادم، چون اون وقت شیمی مغزم عوض میشد و دچار توهمات میشدم و مطمئنا یک محملاتی بهتون عرضه میکردم. به این جهت در موقعی که کار دارین میکنین مسئول جبر مطلق مغزتون هستش و مغزتون هم مفعول جبر آموزش و پرورش، عوامل اپیژنتیکی که ژنتیکتون رو فعالیت رو تعیین میکنن، خود ژنتیکتون و جبرهای لایه‌ای که از نقطه بیگ بنگ شروع شده تا همین الان بر وجود شما اثر دارن. این جبر لایه‌ای هستش که برقراره. تنها چیزی که میتونید شانه خالی کنید از این جبر این که مغزتون رو پرورش بدین با موضوعات واقعی که در لحظه‌ای که میخواین کار کنین این مغزتون یه مغزی باشه که درست مثل اتومبیلی که دارین آمادهش کنین که وقتی که میخواین ازش استفاده کنین به بهینه ترین وجهی به شما استفاده برسه. البته من مسئله جبر رو بارهای بار صحبتش کردم، میتونن دوستان پیدا کنن و گوش کنن، ولی جبر مطلقی برقرار هستش و هیچ گونه مسئولیت اخلاقی هم در مقابل رفتارامون نداریم. مسئولیت قضایی داریم. کتاب وهم اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی متاسفانه اجازه چاپ پیدا نکرد. یه مقداری رو ناشر بدون اجازه مثل این که منتشر کرده بود. من باش تماس گرفتم، گفت اونا فروش رفته، قول داده دوباره چاپشون کنه. اگر ترسید و نتونست یا اجازه پیدا نکرد میدمش خدمت شما که اونم منتشر کنید. بحثی از حدود 30 نفر از دانشمندان و فیلسوفان و روانشناسان و نوروساینتیستا و اینا هستش درباره همین وهم اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی. بله خیلی ممنون. حتما منتظرش هستیم. اگر منتشر نشد با افتخار ما کار انتشارش رو انجام میدیم. جناب دکتر، یکی از دوستان توی لایو یوتیوب سوال کردن که خیلی از مردم هنوز به تعبیر خواب باور دارن. چگونه به این افراد میشه ثابت کرد علم تعبیر خواب خرافات است و با ساینس در تناقض است؟ چه کتابی رو به این افراد معرفی کنیم؟ من شاید 4-5 ساعت مفصل راجع به زیربنای فیزیولوژی خواب و
اصلا چرا بیخوابیم، رویاهای خواب چجوری پیدا میشن، در سایت اتیستات هستش. اینو فکر میکنم مفیدترین چیزی باشه که به زبان فارسی میتونید پیدا کنید راجع به کل خواب، ژنتیکش، نوروشیمیش و طرز ایجاد الکتروشیمیاییش، طرز ایجاد رویاهای خواب اصلا چرا پیدا میشه. 2-3 هفته پیش یک جلسه مفصلی راجع به خواب و رویاهای خواب داشتم، فکر میکنم 2 هفته پیش بود. اونم راجع به همین تعبیر خواب و اینا بود. تعبیر خواب هیچ گونه ارزشی نداره، به خاطر اینکه رویاهای واقعی خواب در هم بر هم هستند، مغشوشند، مربوط به اتفاقات 75% مربوط به اتفاقات 3 روز گذشته است و 25% مربوطش دیگرش مربوط به اتفاقات دورتر هستش و خواسته های فیزیولوژیمون واردش میشه. اون چیزی هم که بیدار میشین و به صورت یک خواب منسجم و داستاندار به ذهنتون میرسه و به یادتون میاد، رویای خواب نیست. اونا برنامه هایی هستش که در ذهنتون هستش و مغزتون نیمکره چپ میسازه و در اختیارتون میذاره که رویای واقعی خواب نیست و تعبیر اونا هم کار هیچ کس نیست به جز خودتون، که به شرطی که بدونین که مغزتون چجوری اینا رو ساخته و با روانشناسی خودتون آشنا باشین، هیچ کس نمیتونه در این اقیانوس عظیم ذهن شما این خواب رو تعبیرش کنه و ازش استفاده کنه. به این جهت تعبیر خواب یک داستان افسانه اکثرا دینی هستش، یه مقداری توی روانشناسی هست. تمام تعبیر خواب فروید هم رد شده و اکثرش هم دروغ بوده، دروغ سازی کرده و این ثابت شده که بیشتر خوابایی که گزارش کرده ساخته دست خودش بوده برای که میخواسته یه موضوعی رو ثابت کنه. ولی الان براتون یه مثالی میزنم. 4 نفر از معروفترین روانشناسان خواب امریکا رو 10 نفر رو فرستاده بودن پیش هر 4 تاشون و با یه خواب خاصی گفته بودن این خوابا رو تعبیر کنید. هیچ کدام از اینا خوابا رو عین هم تعبیر نکرده بودن. هیچ وجه مشترکی بین تعبیر خواب این 4 نفر از یه خواب خاص نبوده. به اینجا همش تعبیر خوابا ساخته مغز تعبیر کننده است، نه اون چیزی که در مغز رویا کننده پیدا شده. به این جهت بی اساس چشمتون که از خواب بیدار کردین، هر چی گذشته فراموشش کنید، به زندگی واقعیتون برسید. خیلی هم عالی. دیگه دنبال تعبیر خواب نرید، فال قهوه نگیرید و از اینجور چیزا نداشته باشید. مخصوصا اگر خوابایی رو میشنوید که فلانی خدا رو در خواب دیده یا امام زمان رو در خواب دیده، اینا همه دکان بازاری هستش که برای تحت تاثیر گذاشتن شماها انجام میگیره. هیچ ارزشی نداره. هیچ گونه تعبیر خواب هیچ ارزشی نداره. من اتفاقا همین 2 هفته پیش نمیدونم کدوم سایت بود صحبت کردم راجع بهش، بیشترش هم راجع به تعبیر خواب و این چرا اصلا این رویاها پیدا میشه. اگر دوست دارید بگردید پیداش کنید، تو سایت تلگرام من باید باشه. حتما پیدا میکنم، لینکشو پایین برنامه میذارم که دوستان استفاده بکنن. من سوال بعدی رو بپرسیم. دوستی در رابطه با هوشیاری حیوانات سوال کردن و دوستی دیگه هم سوال کردن که آیا هوشیاری آگاهی دلیل علمی داره؟ فکر می‌کنم یه کوتاه اگه در مورد جفتش یه جا. منظورشون از هوشیاری چی هستش؟ یه لغت هوشیاری توی انسان منظور آگاهی هستش؟ بله، هوشیاری و آگاهی رو با هم آوردن کنار هم. ببین آخه چون چیزای زیادی قاطی میشه تو فارسی معمولا. ببین آگاهی توان مغز برای به سطح باخبر رساندن نمایانگران محرکاتی هستش که واردش شدن. درست؟ یعنی مغز از محرکات بیرونی، درونی و از اون چیزایی که خودش میسازه یه نمایانگرانی درست میکنه که این نمایانگران باید مغز توان داشته باشه این نمایانگران وارد
سطح باخبری کنه. اون سطح باخبری همون ذهن ما هستش، بهش حافظه کار یا حافظه کوتاه مدت میگن. همون چیزی که الان توی ذهنتون هستش و ازش آگاهی هستین، این ذهنتون هست و توان مغزتون برای که اینا رو به سطح آگاهی شما برسونه و در اون سطح نگه داره، این آگاهی هستش. حیوانات هم دارن، منتها بستگی به پیچیدگی ساختمان مغزشون آگاهی ها ساده تر و پیچیده تر میشن. انسان با داشتن پیچیده ترین مغز پیچیده ترین آگاهی رو داره، پیچیده ترین ذهن رو داره، ولی اون توان آگاهی رو در همه مغزهایی که بیش از 100 میلیون نورون دارن هستش. یعنی به محض اینکه مغز 100 میلیون نورون در فرگشت پیدا کرده، توان پیدا کرده که از سطح رفلکسی رفتاراشو به بالا بیاره و بتونه با برقراری نمایانگران در ذهنش بتونه به محیط واکنش تطابقی نشون بده. یعنی در واقع به همین علت آگاهی یک امرجنسی سیستم یا یک پدیده نوظهور هستش که وقتی پیدا شد که مغز حیوانات 100 میلیون نورون پیدا کردن و از سطح رفلکسی بالا آمدن و تونستن با محیط تطابق پیدا کنن. همه حیوانات مغز دارن وگرنه نمیتونستن با محیط تطابق پیدا کنن و واکنش نشون بدن. ولی مثلا یک کرم خاکی نداره، اگر از خاک در بیاد بیرون دیگه نمیتونه ارزیابی کنه که چطوری برگرده دوباره همون سوراخی که بوده. یا بقیه حیوانات، فقط حیوانات ساده که مغز متشکل ندارن فقط رفلکسی کار میکنه. آگاهی هم بازم شرحش دادم، میتونن پیدا کنن بازم در ولی تعریفش این هستش. بحث‌های زیادی هستش که کوالیا رو با آگاهی، یعنی اون سطح آخری که اینا به باخبری میرسه، این یه نکته هستش که چجوری مثلا قرمزی به آگاهی میرسه. این سطحی هستش که هنوز مشخص نیست و منتظریم که دستگاه‌هایی پیدا شه که این فعالیت‌های الکتریکی بسیار پیچیده مغز رو بتونه تجزیه و تحلیل کنه که ببینیم چه فرقی بین میدان الکتریکی قرمزی با میدان الکتریکی سبز هستش که این قرمز به آگاهیمون میرسه، اون سبز میرسه، که احتمالاً 200 سالی طول میکشه که به این سطح برسه. بله، خیلی عالی. خانم بعدی توی بخش اینستا اگر سوالاتی هست میخواد شما مطرح کنید، اگر نیست که من بقیه سوالا رو بپرسم. نه سوالی ندارم. بسیار عالی. عوضش من خیلی سوال دارم، چند تاشم دارم به جا میندازم که بتونیم به سوالای مهم برسیم. جناب دکتر، یه سوالی کردن یکی از دوستان، البته میدونم که این را هم قبلا به صورت مفصل توضیح دادید، حالا کوتاه اگر بتونیم بهش بپردازیم. نوشته که باورمندان همچنان معتقدن که چگونه پاداش خوب و بد رو ما تو دنیا میبینیم. این سوالیه که در گذار از باورمندی به آتئیستی خیلی باش درگیرن، چون میگن که خب من که باور ندارم چی میشه اونجا، چی میدن به من؟ اون بحث همون هوریاست فکر میکنم. اگر کتاب زیستشناسی مغز و اخلاقیات رو کسی مطالعه کنه، من زیربنای شیمیایی همینو نوشتم که چرا وقتی که خوبی میکنید تو مغزتون یه ناقلان عصبی آزاد میشه که بهتون لذت میده. یعنی همین دنیا، همین حالا شما وقتی که یه نفر رو میبینید، یک فقیری نشسته و تکدی میکنه کنار خیابون و وقتی که بهش پول میدین یه احساس برتری درتون ایجاد میشه که من الان محتاج نیستم، من برتر از این آقا هستم، من اینقدر پول اضافه دارم که میتونم خرج کنم. اینا حالا آگاه یا ناآگاه بهتون لذت میده و این که من به این کمک میکنم باید عزم اجتماعی کمک کنه و این بلند نشه به من با زور از من پول بگیره. اینا اون پاداش هایی هستش که بلافاصله آدم به
باید به اینا وابسته باشه، نه به واهی بودن دنیای بعد از مرگی که وجود نداره. یعنی باید طوری تربیت شیم که اگر داریم فداکاری میکنیم که جزء ساختمان سرشتی مغزمون هستش که باید فداکاری کنیم، چون موفقیتمون مرهون موفقیت اجتماعمون هستش. پس بایستی به دیگران کمک کنیم بدون اینکه انتظار داشته باشیم که مستقیما به ما پاداش بدن، چون وقتی که نظم اجتماعی برقرار میشه، اجتماع طوری میشه که ما هم موفق میشیم، ما هم به سعادت میرسیم. همون کاری که برعکسش الان در ایران برقرار میشه. ببینید شما اگر کمک کنید به دیگران و اونا هم موفق باشن، کم کم اجتماع موفق میشه و از اونجایی که ما آدمای موجودات اجتماعی هستیم و موفقیتمون مرهون موفقیت اجتماعی هستش، به این جهتش که فقط همه اجرمون همین هستش که اجتماعمون رو کمک کنیم، اجتماعمون رو بدونی که انتظار داشته باشیم بلافاصله پاداش به دستمون بیاد. بدونیم که وقتی که این کارو میکنیم هم به خودمون و هم به فرزندانمون، به فامیلمون و به تمام کسانی که ژنتیک مشترک باشون داریم فایده میرسونیم. علاوه بر این که دراز مدت هستش، ولی نه یک مواد شیمیایی تو مغز آزاد میشه که اونا لذت بخش هستن. زیربناشون هم من مفصل تو هم کتاب زیستشناسی مغز و اخلاقیات نوشتم. وقتی که کسی کمک میکنه چه ناقل عصبی در مغزش آزاد میشه، همون کافی هستش به عنوان پاداش. دیگه انتظار نداشته باشین که 72 تا حوری بهتون بدن به جایی که مثلا یه کمک کوچیکی کردین به یه نفر یا رفتین و یه نفر رو منفجر کردین بهتون 72 تا حوری بدن. ببینید از این سطح موهومی خارج بشین که یک دنیای دیگه هستش که بایستی به خاطر اون کار کنید. همین دنیا ها رو بسازینش و چون بهشت و جهنمی نیست، همین دنیا ها رو بهشتش کنید و مانع بشین که جهنم برای خودتون و برای دیگران باشه. بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. واقعا یه توصیه بسیار به جایی بود برای برخی از دوستانی که خیلی ما رو اذیت میکنن. دوستی سوال کردن که قبل از بیگ بنگ رو چطور توجیه میکنید، که البته فکر نمیکنم مربوط به برنامه باشه. من کیهان شناسی نخوندم و با انسان روبرو هستم، اما تا حدود فکر میکنم 80,000 سال به زمان ما بعد از بیگ بنگ رو بهش رسیدن، ولی از اون قبل به خاطر اینکه فوتون آزاد نشده بوده به خاطر حرارت زیاد اطلاعی از اون در دست نیست و بقیهش یک تفکر متافیزیکی هستش که قبلش چی بوده و من وارد دنیای متافیزیکی نمیشم، از فیزیکدانا بپرسین. اما یک ویدیویی هست به اسم Everything from Nothing، همه چیز از کتابش هم فکر میکنم هست. بله کتابش هم هست. دانی به اسم دکتر خلیلی یا خلیل عراقی هستش نوشتتش، بخونینش ببینین که چطوری از نیستی هستی سر میزن. بله، دوستی سوال کردن آیا رابطه علت و معلولی جز محدودیت مغزی به شمار نمیاد؟ نه، ببین اگر محدوده مغزی در نظرش بگیرید اون وقت وارد حیطه متافیزیک میشین، ولی وقتی که علت و معلولی رو از طریق علم و از طریق دستگاه‌های فیزیکی، دستگاه‌های آزمایشگاهی تعیین کنید، اون وقت وارد حیطه علم میشید. ببینید مغز همیشه دنبال پیدا کردن علت برای معلولات هستش. حالا اگر این دلیل و علت رو بر اساس فقط منطق خودش بخواد در نظر بگیرید، اون وقت وارد دنیای موهومات شدید. ولی اگر بتونید علت معلولات رو از طریق علم و با استناد به معیارهای علمی پیدا کنید، اون وقتی که علمی، اون وقت اون جواب علمی میشه. وگرنه
منطقی هستش و چون سیستم منطقی و استدلال آدما با هم فرق داره به این جهت قابل اعتماد نیست استدلال خالص آدما. و قبلا هم شرح دادم علت اینکه استدلال آدما که فلسفه ازش سرچشمه میگیره نتونسته یه مسئله رو ختم کنه این هستش که وقتی یه مسئله رو با آدمای مختلف میدین از قسمت‌های مختلف مغزشون همون مسئله رو فرایند میکنن و همون مسئله حلشون بستگی به حافظه و ساختار قبلیشون داره و چون هیچ دو تا آدمی نیستش که حافظهشون عین هم باشه و ساختار مغزیشون هم عین هم باشه هیچ وقت نمیتونن با استدلال به یه نتیجه خاصی برسن. فقط علم هستش که میتونه رابطه علت و معلولی رو بدون کمک استدلال فردی به حل و فصلش کنه و خارج کردن برداشت‌های فردی هم یکی از اصول علمی هستش که شما نمیدونین از بدیهی هایی که به فکرتون رسیده استفاده کنین و اونا رو به عنوان علم تزریقش کنین. خیلی ممنونم. خانم بعدی سوال دارید یا من برم سراغ یوتیوب دوباره؟ نه من سوالی نمیبینم اینجا. خیلی ممنون. دوستی سوال کردن که البته سوالش یه مقدار طولانیه میخونم. اگر خلاصه‌شو بخونید که بله حتما هم دارم سعی میکنم به حالت خلاصه بخونم که وقت برنامه گرفتیم. گفتن که لطفا ازشان تشکر کرده و سوال کنید بعد از فروپاشی حکومت اسلامی موقعیت این مذهب در میان توده‌های مردم چگونه خواهد بود؟ آیا ما ایرانیان یک بار برای همیشه میتوانیم از دست این ملاها و آخوندهای شیعه رها شویم؟ این پیشگویی میخوان از شما. بله نه ببینید من کوچکتر از اون هستم که پیشگویی برای هیچ کاری بکنم. این بستگی داره به ملت ایران، بستگی به مردم ایران داره و واقعا باید خودشون رو آماده کنن، بچه ها جوانترها رو آماده کنن. هیچ حکومتی نبوده حتی اگر قدرتمند باشه دیگه ما از حکومت هخامنشیان قدرتمندتر نداشتیم یا از ساسانیان یا از اشکانیان، اینا همه فرو ریختن. هیچ حکومتی در دنیا پابرجا نیستش. شوروی حکومتش در عرض چند روز یکی دو هفته فرو ریخت. هیچ حکومتی با ثبات نیستش و مخصوصا اگر بنیادش بر باد باشه که حکومت ایران هم هستش، ولی مطمئناً از این بدتر وضع نخواهد شد. البته ما هنوزم خیلی جا داره که به پایین بریم و وقتی که به ته در رسیدیم اون وقت دیگه وقت این هستش که مردم یه فکری به حال خودشون بکنن و من امیدوارم که با اون برداشتایی که از تاریخ دارم که ایرانی ها دست از ایده همونجور که فرانسوی ها برداشتن. میدونی فرانسوی ها انقلاب کبیرشون رو بر علیه پادشاهی و بر علیه کلیسای کاتولیک انجام دادن و شروع یک ختم دخالت سیاست در امور سیاسی، دخالت کلیسا در امور سیاسی اروپا شد و باعث پیشرفتشون شد. ما امیدوارم این اتفاق در ایران هم بیفته. بله ما هم امیدواریم که هرچه زودتر اتفاق بیفته تا ما ببینیم لااقل این زندگیمون. آره شما جوانید ما هم منتظر. متاسفانه قسمت اعظم زندگیمون در دوره همین آخوندها نابود شد. حالا دیگه کاملا موافقم، 3 تا نسل از بین رفتن. بله متاسفانه. یک دوستی نوشتن انقلابشون 80 سال طول کشید. خب بریم سراغ سوال ها. جناب دکتر اگر خسته هستید بگذاریم برای بفرمایید 10 دقیقه دیگه بفرمایید که من وقتی که از دوستان گرفتم جبرانش کنم. خواهش میکنم. خدایی هستش یه لحظه پس من سوال ها رو دوباره بیارمشون. یه مقدار سخته چون سوال ها رو باید از این پایین بیارم. به نژاد آریایی ها یکی از دوستان گفتن که کردها آریایی نیستن که البته ما اطلاعی نداریم. آره وارده کردها آریایی نیستن. بله چه گفتن؟
نخیر، تمام کسانی که در شمال غربی ایران، شمال ایران، شمال افغانستان، شمال هندوستان و در ادامش غیر از ترکای عثمانی، اون ترکایی که از آسیای میانه آمدن به ترکیه، تمام اونا همشون میره تا چیز. البته مهم هم نیست، اونا هم آریایی هستن. از همه برتر انسان‌های بسیار دوست داشتنی هستند و جزئی از فرهنگ زیبای ما هستند و تعصب این رنگا، این چیزای تفاوت‌ها رو پررنگ نکنید. اجازه بدین با هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشید. کردها بنیانگذار اولین سلطنت تو ایران سلطنت ماتها بودن که در دنبالش هخامنشی آمدن و حتی کوروش مادرش از خانواده ماتها بود و اینا در هم ادغام بودن، هیچ تفاوتی نبوده. این داستان نژاد پرستی و فرقه و ایلگرایی رو، قبیله گرایی رو کنار بذارین، بسیار شامپانزه‌ای و حیوانی هستی. هممون انسانیم و ممکنه ظاهرمون فرق داشته باشه ولی هممون در اصل از یک جوهر هستیم یا از یک گوهر هستیم. بله کاملا درسته. یاد اون کلیپ افتادم که اومدن دی ان ای ها رو داشتن نگاه میکردن که یکی میگفت من اصالتا استرالیایی ام، من اصالتا کانادایی ام، بعد دیدن که درصد خیلی کمی از اون دی ان ای تو وجودشون هست، از جاهای دیگه ترکیب شده بود دی ان ای هاشون. فرق نمیکنه. آره هیچ فرق نمیکنه اصلا. آره یعنی بالاخره از همون دی ان ای ساخته شدیم، همش نوکلئیک اسیده و کربن و هیدروژن و اکسیژن به اضافه یه مقداری مواد عالی دیگه. حالا در هم برهم شده به شکل‌های مختلف. هیچ برتری هم بر هم دیگه نداریم، اصلا حتی برتری برای حیوانات هم نداریم. این ایده رو باید چیز کنیم که اشرف مخلوقات هستیم. حالا اون که آریایی اشرفتره، اون که سیاه‌پوست پایین‌تره، نه چنین چیزی نیست. کردها و لورا و بختیاریا و عراقی‌ها و عربا و قشقایی‌ها و نمیدونم همه افغانی‌ها و اینا هممون یکی هستیم. بله کاملا درسته. خب دوستی دوباره در مورد فروید سوال کردن جناب کیمیایی، گفتن که اشاره کردید که به فروید تاکید زیادی دارید بر ناخودآگاه داشت. آیا ناخودآگاه را سیستم لیمیک؟ علامت سوال. ببینم اگر به نظر من منظور از فروید از ناخودآگاه حافظه، سیستم حافظه باید بوده باشه که بر هر چیزی تأثیر گذاره. بالاخره این سیستم حافظه ما رو میسازه، زندگی نامه ما هستش و همیشه در تمام تصمیماتمون اثر میکنه، در روانشناسیمون، در ایده هامون، در تفکراتمون. به نظر میاد اگر بخوایم علمی فکر کنیم و اونو توجیه بکنیم، فقط ناآگاه میتونه حافظه باشه یا ساختارهای تحت قشری مغز که کاراشونو میکنن، در سطح آگاهی نیستن ولی محصولاتشون رو به سطح آگاه مغز میرسونن. ولی اون آگاهی که گفته اونم موضوع. اگر فکر کنید که یک سیستم دیگه ای هستش کاملا، اونم یک سیستم متافیزیکی ماورای طبیعی هستش، اون زیر داره قدرتی داره کاری میکنه، نه چنین چیزی وجود نداره. یعنی اگر بعضی ها فکر میکنن این ناآگاهه، بازم یا آگاهیه اصلا خودش یک قدرتیه، یک نیرویه، مثل همون نیروی اراده که یک کاری داره انجام میده که خارج از توان آدم هست که کنترلش کنه. نه چنین چیزی نیستش. همین نورونا هستن. حالا حافظه در همون در زیر رادار آگاهی همیشه وارد معرکه میکنه خودشو و دخالت میده در کارهایی که میکنیم و شاید بشه گفت که مقصود فروید از ناآگاه همین سیستم حافظمون هستش که مملو از احساسات خوب و بد و خنثی هستش و میتونن
میتونن در کارامون دخالت کنن و در تصمیماتمون و در خلق و خومون. بله بسیار عالی، ممنونم. به عنوان سوال آخر جناب دکتر، دوستی پرسیدن بی زحمت از آقای دکتر بپرسید نظرشون درباره فرازمینی ها چیه؟ ببینید من اطلاعی ندارم، فکرم نمی کنم وجود داشته باشه. شما اگر به ساختمان، اولا خیلی سعی کردن ثابت کنن چنین چیزی رو. حتی من در یک رادیو فردا با یک آقای راجع به جن صحبت می کردم، ایشون معتقد بودن که جنا رفتن تو کرات دیگه و اونا هستن که فرازمینی هن و برمیگردن و تو UFO ها میان سراغمون. ولی به نظر نمیرسه در نزدیکی های ما شرایطی وجود داشته باشه که مثل کره زمین باشه که بتونه آدمای اینتלקچوالی مثل ماها ایجاد کنه که بتونن بیان و با همون در تماس باشن یا اصلا وجود داشته باشن. این که میان تو بیابونا معمولا کسانی گزارش رو میکنن که شب تاریکه و تو بیابونا هستن، اینا همه معلوم شده که تخیلات و توهمات بوده و مربوط به یک بخشی از خواب به اسم هیپنوگوگیک هالوسینیشن بوده. اینا دچار یه توهماتی میشدن که فکر میکردن اینا رو دیدن. بقیهش هم مقدار زیادیش دروغ هستش و این چیزی هم که گاهی از قول ناسا و نمیدونم وزارت دفاع امریکا اینا میگن، اینا همه الکی اخبار میسازن. اون چیزا هم که گاهی چیزای نورانی که میبینیم اونا میان، اینا هواپیماهای جاسوسی هستن و برای عکس برداری میان که از مناطق مختلف عکس بگیرن و اون نورافکن‌ها رو روشن میکنن که بتونن عکس برداری کنن از بعضی مناطقی که ارزش نظامی داره. به این جهت اصلا کره این منظومه شمسی یک اون در اطرافش یک میدانهای الکتریکی یونیزاسیونی هستش که اجازه نمیده که چیزات زیادی واردش بشه که جسم داشته باشه. نه به نظر من کاملا واهی هستش. بله خیلی ممنون واقعا. ولی تا حالا هیچ چیزی رو پیدا نکردم که قانع کننده باشه که چیزی خارج از همین کره زمین از نظر جانداری وجود داشته باشه. بله کاملا درست. به هر حال اگر هم وجود داشت مطمئنا ما شاید متوجه نمیشد. اگر وجود داشت چرا نمیان برن مثلا تو نیویورک یا لندن پاریس بشینن؟ همیشه میرن توی دهی توی تگزاس یا توی ابرقو یا جای دیگه میشینن که شاهدی هم نیستش، فقط یک نفر هستش که معمولا یا مست بوده یا خواب میدیده یا دچار اختلالات دیگه بوده. اگر بودن هیچ رو درواسی نمیکردن، میامدن توی وسط شهر واشنگتن می‌نشستن و ما را میدیدیمشون یا بقیه شهر. احتمالاً علاقه زیادی به حوزه علمیه و اونجور جاها دارن به خاطر اون. آره اونا احتیاج ندارن، خودشون هم یه مقداری فرازمینی. کاملا درست. یه سوالی دوستان پرسیدم، فقط ظاهرا فکر می‌کنم با بله و خیر بتونیم پاسخشون رو بدیم. نوشتن که سوال بنده این است که آیا درست متوجه شدم دین فقط انسان را به گمراهی می‌کشاند و باعث ترس از عاقبت می‌شود؟ ببین گمراهتون میکنه برای هر چیزی که راجع بهش باور دارین، یعنی درباره خلقت، وجود خدا، وجود روح، وجود شیطان، وجود دنیای بعد از مرگ، وجود بهشت و جهنم. یعنی در تمام اصول دین و فروع دین گمراهتون میکنه. تمام باورهای دینی هیچ کدامشون قابل اثبات نیستن و چون قابل اثبات نیستن گمراه کننده هستن. بله خیلی من ممنونم. با تلفنم داره تمام میشه، باید مرخص بشم. بله واقعا ممنونم از لطفی که داشتین و این وقت اضافه‌ای که در اختیار ما گذاشتین. ممنون از شما، مخصوصا به خاطر زحمتی که میکشید در آوای بوف و کتابا رو در اختیار
همه میگذارید واقعا قابل ستایش. کار بزرگی دارید میکنید، دستتون درد نکنه. بله خواهش میکنم، خیلی از خانم شما بدی ممنونیم. خیلی متشکرم، ممنونم ازم. پس همگی سلامت باشید، مراقب خودتون باشید. نوع تازه کرونا آمده و امروز بیمارستان دوباره پر شده از بیمار و به شدت مصری هستش. نوعی هم که در امریکا هست، نوع سوم یا چهارمی هست که به شدت مصری هستش، مخلوطی از دلتا و قبلیه هستش. بله مراقب دوستان حتما ایران هم بیاد. بله علم رو باور کنند و واکسینه بشن تا بله واقعا آره، مشکل. واکسینه بشین. آره دوز سوم هم بگیرید، اون کسانی که مخصوصا بالای 60 سال هستن، ولی هنوز ماسک رو بزنید و رعایت کنید، چون که تضمینی نیستش که نگیرید. واقعا بله. وقتتون خانم خورد، بدی. امری نباشه به سلامت. متشکرم، ممنون از همگی. به سلامت. ممنون، شبتون بخیر. در